از علمان سوهای طب در تاجیکستان با انجام یک پرسش میان 400 زن تنفروش به این خلاصه رسیدند که سالانه از خدمت یک نفری آنها از 1000 تا 1500 مرد استفاده میبرند و این علمان میگویند خطر پنشوی بیماری‌های سرایتی از جمله ویچ اسپید محض از جانب این زنان خیلی زیاد است. برای آگاه شدن از خلاصه‌های دیگری این پژوهش و آگاه شدن از پاسخ‌های تنفروشان حالا وارد این بنا می‌شویم و صحبت خواهیم داشت با یکی از مؤلفان این پژوهش علمخان احمدов. هدف از گزارندن این تحقیق یا پرسش میان 400 تنفروش بیان در چی بود؟ معین کردن راه‌های گزارشی بیماری‌های سرایتی یا ویچ و چیز دیگر؟ مقصد اساسی ما این پیش از همه پیشگیری بیماری‌های با واسطه علاقه جنسی گذرنده می باشد. کم کردن شماره سرایتی ویچ در اهالی جمهوری تاجیکستان عبارت بود. من هدف اساسی ما از همین عبارت. خلاصه‌های مهم، خلاصه‌های اصلی شما مثلا من گروه پژوهش کردن چی بود استاد؟ یعنی بیشتر از خدمت این نفران که ها استفاده می‌کردند از چند تا چند سال ما با 400 نفر آدم گفتگو داشتیم. از خدمت تنفروشان کی‌ها استفاده می‌برند؟ یکم در آن آماری که ما به دست گرفتیم به دست آوردیم اینها رانندگان ماشین‌های تاکسی بودند که 32% را تشکیل کرد. در جای دوم گرفتن صاحبکاران که 31% را تشکیل کرد. بعدتر جای سوم را گرفتن دانشجویان 13%، خارجیان جای چهارم 9%. بعد متاسفانه کارمندان ساختارهای دولتی هم بودن که 5% رو تشکیل کرد و 10% دیگرشون از گفتن شغل داشتهشون دست کشیدن. درآمد هر روزه آنها چی است؟ ما پرسیدیم و هم جواب دادن که 62% گفتن که ما در یک روز 300 صابونی کار کنده می‌بریم. در جای دوم گفتن که 26 از 5% گفتن که ما 400 صابونی در یک روز کردیم و 11.5% دیگر گفتن که ما 100 صابونی در یک روز کردیم. اصلا پرسیده شده از اونا که اگر کار مناسب‌تری پیشنهاد شود ترک این شغل میکنند یا با وجود این بازم ادامه خواهند دادن به کارشون؟ از اونا پرسان شده 81% جواب دادن که اگر که وضعیت مالیوی ما درست می‌بود ما به همین کار دست نمی‌زدیم. مثلا سن سال همین آدمانی که به همین کار می‌ورزن گفتنی هستیم که از 11 ساله تا 65 ساله ما دریافت کردیم. 23 از 10% آنها آدمان تا 20 ساله بودن، همین جوانی بودن. 34%شون از 21 تا 25 ساله بودن. 28%شون از 26 تا 40 ساله و از 40 ساله بالا 14 از 13%شون تشکیل بود. اکنون همون آدمانی که سن سال تا 20 ساله که با 23 از 10% گفتیم در بین آنها آدمان 11 تا 14 ساله 12 از 6%شون تشکیل شد. تشکر زیاد استاد عزیز. در صحبت ما بودند علمخان احمدov عالم سوهای طب که همراه با چند عالم دیگر میان 400 تنفروش در تاجیکستان پرسش انجام داده بود جهت دریافت راه‌های کاهش بیماری‌های سرایتی از جمله ویچ اسپید تلاش کردند.